مقدس مرجی عالم بشریت آقا بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات احسان کنید. شادی ارواح طیبه شهدا صالحان مراجع گذشتگان از اسلام و قرآن، قبولی طاعات و عبادات، بهره‌مندی کلیه حضار از توجهات مولای امام زمان علیه السلام، مخصوصا بهره‌مندی حضرت آیت الله العظما تبریزی از توجهات خاصه مولای امام زمان علیه السلام صلوات احسان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف خلقه و افضل سفیره و خاتم رسوله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته المعصومین الذین جعلهم الله نورا و ضیاء علی العالمین. من اقتدى بنورهم فقد اهتدى و من تخلف عنهم فقد ضل بهوى و لعنة الله على معانديهم الذين اتبعوا اهواءهم و ضلوا ضلالا بعيدا و سيصلون سعيرا. آمين يا رب العالمين. فأما بعد قال الحكيم في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضياء وجعلنا ببزاءة المفزايا فاغفر لنا الكايا وتصدق علينا تا به چه باید نشستن انتظار، تا به چه باید شدن دل بیقرار. کشتزار زندگی آتش گرفت آقا جان ارباب جان. ابر رحمت بار من بر ما بباید. امام زمان حجت الحسن چه می شود بیایی بر درد ما دوایی. ای خونستان زهرا ابن الحسن کجایی؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. کدام وسیله رو در خانه خدا ببریم؟ اون وسیله ای که حضرت آدم میخواد توبش قبول بشه. خدا را قسم میده به پیغمبر عالم. حضرت نوح میخواد کشتیش نجات پیدا کنه، سنگ توسل به دامن جرم میزنه. ابراهیم میخواد از آتش نجات پیدا کنه، سنگ توسل به دامن جرم میزنه. یوسف میخواد از زندان نجات پیدا کنه، دست به دامن جرم میشه. کدام وسیله؟ اون وسیله که پیش خدا خیلی آبو داره.
در جهان مظلوم تر از مرتضی یارب کسی یار تا همچه حیدر ای بسا یارب کسی خدا مرتضای چی 25 سال خانه بشینش کردن دلش خون کردن و مرتضا همه عزیزی داره مرتضا را به جان مصطفی است مصطفی روح و روان انبیاست مرتضا مشکل گشای آقا جان حجت ابن فاطمه مشکل گشای مرتضی کدام وسیله‌ای که تو روایت از وقتی پیغمبر می‌فرماید برید دخترم فاطمه رو بیارید فاطمه بیاد به محشر میاد اما چه چیز را با خود بیاره یه وسیله‌ای که ائمه خیلی دوست دارن حجت ابن الحسن خیلی بهش علاقه داره آقا فرمودن سنگ توسل بزنیم با آقا مقتمر بریاد خیلی غریب کدام قمر بریاد نوح علی اخیه نوح السکلانه آقای که حسینم به گریه آورد نه حسین رایا بلکه پیغمبر در رفیق اعلی براش گریه کرد کدام قمر بنی هاشم اون قمر بنی هاشمی که ولما جاء الحسین علیه السلام و جلس عند رأسه یه مرتبه صدا زد برادر جواب نیومد صدا زد با محجت قلبانا جواب نیومد آی علم داره بچه‌ام یا صاحب اللوائی وقتی دید جواب نیومد او شاعر آذری زبون گفته اما ben götürüp gözlerim kalın silleyim yaman günümdü benimle danışmasın öyle Sedazar cevap نیومد یه مرتبه فرمود عباس مگه نمیدونی داغ پسر دیده
دشمن باید یواش یواش بگیره یا حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة یا کاشف الکرب امة الحسین علیه السلام اکشف کروبنا وحق اخیک الحسین علیه السلام اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. همه رفته گرفتاریامون رفتن به در خانه مولاون آقاون اربابمون امام زمان علیه السلام است. اللهم کن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تمرا وتمتعه فيها طويلا. تقبل منا ومن المؤسس المؤسس المرجع الديني حضرت آية الله العظمى تبريزي ومن المستمعين المعظمين وارحم جميع من مات من أمة الرسول لا سيما شيعة علي وأولاده المعصومين بجاه محمد وآله وبالفاتحة مع السلام.